یک فنجان، یک استکان لیمونارک، نمیدونم یک فنجان چای میگن یا یک فنجان استکان یا یک استکان لیمونارک چای. خوشمزه، مهمان ما باش. قند. قدیما سر این قند مشروطه اتفاق می افتاد. خداوند آفریدگار و پروردگارا روایت داریم. نه قدیما چه خاصیتی داشته و ملتشون مردمانشون چه خاصیتی داشتن. سلسله هخامنشیانش بهترین راه و روش بوده و قدیما بر میخورده. برای ما جدیدن تحریم اون زمان تحسن و خلاصه مشروطه. بعد اینم که میزنی بهش حلال میشده. الله اکبر واقعا. قند بزنم به چای حلال شد لطفا. نه حلال شد، خدا شاهده. من نبودم اون زمان ولی خب میگفتن قدیما میگفتن قند حرام است. بعد میگفتن که به چای بزنید حلال میشد. بعد مشروطه هم اتفاق میافتاد تازه. یعنی یه چیزی گرون میشد چی میشد؟ مشروطه اتفاق میافتاد. نه همه چی گرون میشه، جان انسان ارزون میشه. نمیدونم چه خاصیتی بوده. بذار حلال شه بخوام. یا باز قدیما میگفتن که روایت داریم، من نبودم باز، میگفتن شتره نکش. بعد شتره رو میکشیدن، گفتن خداوند آفریدگار پروردگار و بی تفاوتی اون قوم مردمان عذاب رو بر همه نازل میکرد. اونقدر انسان جانشون از دست میدن. یکی میخواد بگه نسل کشی، یکی میخواد بگه اعدام، یکی میخواد بگه قصاص، یکی میخواد بگه تقاص، یکی میخواد بگه تقدیر، یکی میخواد بگه سرنوشت، یکی میخواد بگه قسمت، یکی میخواد بگه قضا. نمیدونم چه هیچ اتفاقی نمیفته. یه چای خوشمزه خلاصه. باز قند بذار حلال شه. با احترام به عزیزان دانشمند فقیه، من با شما نه تمسخر میکنم نه آزمایش میگم. قدیما این مسائل بوده. خلاصه باید ما رو نبریم بالا. عادل‌ترین قاضیمون هم که یه دونه آبدارچی شده. نمیدونم واقعا. خداوند آفریدگار و پروردگارا یا انسان. جدیدن هم هر کی به من میرسه میگه یا علی یا علی یا علی. آقا یا انسان، یا حقوق انسان، یا استیفای حقوق انسان. اینا میتونیم بگیم که ما رو در این جاذبه و دافعه علی. قسمت سکوت کنید. بفهم که یک چای لیمونارک، یک استکان لیمونارک چای خوشمزه. دیگه همه جورش در اومده. سبکای جدید بیدن چای بریسان. سوتشو بلد نیستم بزنم. بیدن چای بریسان.
اوبیسیتی سنگل من نسکافه ده برارم کافی ده برارم اسپرسو ده برارم لاته ده برارم کاپوچینو ده برارم الله الله توبه توبه یکی جک و لوبیای سهرامیز نمیده یه قول چراغ جادو نمیده نمیدونم این یه قلوب بود یه قلوب دیگه هم بزنیم یه چای بریزم خلاصه این چای روایتاش بسیاره من خیلی من فقط چند تا مطلب میدونم دلیلش نمیدونم که همه مطالب رو میدونم مسائل رو میدونم